لطفاً خودتون مفصل معرفی کنید. متولد چه سالی، چه شهری، در چه خانواده‌ای، با چه شرایطی هستید و دوران زندگیتون پیش از طالبان، منظورم بعد از آگوست 2021 است، در افغانستان چطور گذشت و کمی با جزئیات در مورد این پس زمینه در واقع صحبت کنید. من متولد 1996 هستم، یعنی در حقیقت در مو دوره اول طالبا به دنیا آمدیم. بعد از اینکه طالبا دوره اولش از بین میره و برچیده میشه، یک مدتی را چون خانواده دور زمان مهاجر بودن در ایران، من در کودکی اونجا بودیم. صنف اول در ایران خواندیم، منتها سپس که وضع نسبتاً بهتر شد با روی کار آمدن جمهوری بعد خانواده آمدن. ما زندگی ما رو در مزار شریف شروع کردیم و اونجا من بزرگ شدم، مکتب ادامه دادم و تحصیلات من در رشته ژورنالیسم ادامه دادم و بعدها به عنوان ژورنالیست کار کردم. اینا مباحثی بود که در حقیقت از تجربه زندگی من قبل از 2021 است که وجود داشته، در از لحاظ زندگی کار تخصصیم، حرفه‌ایم و همچنان تحصیلاتم. یک سری فعالیت‌های دیگه هم داشتم که جدا از این مسائل تحصیلی بود، مثل فعالیت در انجمن‌های ادبی مزار شریف و نوشتن یک سری مقالات ادبی و یک سری آثار متن ادبی داره. در مورد پیشینی خانوادگی کمی روشنی میدین. خانواده بیشتر از چه در واقع طبقه‌ای بودن؟ مشخصاً با چه روی کردی؟ آیا مذهبی بودن؟ آیا ملی‌گرا بودن؟ وقتی که هم در جامعه مهاجرت، هم بعد از اینکه در واقع به افغانستان برگشتن، آیا فعالیت‌های مشابهی در خانواده شما در دایره خویشاوندان شما با دغدغه‌های مشابه وجود داشت؟ به عنوان گلگو یا به عنوان راهکاری که پیش از شما در واقع یا پیش از شما در خانواده انجام شده پیشودی داشته باشه؟ از لحاظ طبقاتی خب خانواده من از جامعه فرودست از طبقه فرودست جامعه محسوب میشم. شغل پدر من دهقانی بوده، مثلا دهقان بوده در ولایت دایکنډي، یعنی اساسا خودم متولد دایکنډي هستم. دیگه بزرگ شدیم در مزار شریف، اینا متفاوت بودن. از لحاظ فکری هم بگم، فکر کنم شما در دایکنډي و زمانی که خانواده مجبور میشن برن مهاجرت بکنن، قضایای زیادی وجود داشته که باید یک سری طرفداری های سیاسی برشون به وجود می آورده، ولی خانواده ما تجربه سیاسی نداشته، یعنی عضو هیچ کدام از احزابی که در دایکنډي فعال بودن نبوده. موضوع مذهبی هم نداشته، مثلا اشتراک در جبهات خاصی و امثال هم برای یک سری از اعتقادات مذهبی، اینا رو هیچ کدامش نداشتن. بنابراین من اتون بگم یک خانواده بسیار معمولی بوده که حتی در کیف قدرت مذهبی و قومی هم جایگاه خاصی نداشته، در اون جمع فرودست بوده و سهمی هم نخواسته بگیره. به نظر شما دمی بازه تجربی که در واقع شما کتابش اشاره کردین، مشخصا چه چالش ها و فرصت هایی وجود داشت برای اینکه بحرانی که در افغانستان برای سالها و دهه‌ها، بحران مشروعیت، بحران توسعه، بحران انسانی مستمر در واقع جاری بود و استمرار پیدا کرده بود، متوقف شد؟ چه امتناعهایی بود، چه امکانهایی بود شما چشم‌دید خود شما از این دو دهه که شما در او بالیدید، تجربه کردید، خودش شناختید، پیرامون شناختید، از چه قرار است؟ آنچه ما امروز داریم میگذرانیم فکر میکنیم تو زمان خیلی زیاد فکر میکنیم که فقط استثناء برای ما اتفاق افتاده. تا ای که حالا دست پای میزنیم بین برف ها و کتاب و اینا، در میابیم که نه، قبلا هم مشابهش اتفاقا خیلی دقیق مشابه به اتفاق افتاده. اینا این گسستی است که میگن بخشی از زندگی هر کدام ما رو همیشه با خودش داشته و مانع یک سری از کنشگری ها شده. این پیوند زده نشده بین اینا. در مسائل بسیار زیادی مختلفی در خدمت اینا رو میبینیم. اینی تجربه کلی چندین سال جنگ و بدبختی هایی که حالا به شکل مختلف وجود داشته، به شکل جمعی در ذهن ما این تجربه جمعی ازی امکان پذیر نبوده. من فکر میکنم باعث شده که جامعه تا به یک موضوع نسبتا مشترک هم
در قبال این بدبختی خودشان نرسن. آنچه که همیشه ما رو بازداشته این طوری بوده، بی تجربه ماست. امروزه ما دارم متوجه میشم که خب ما در فلان سالها که امکاناتی بوده برای تحصیل بوده، مثلا اگر این دیدگاه را می داشتم اینی منابع را میتونستم برم جستجو بکنم یا در این زمینه ها میدان های اجتماعی فعالیت بکنم، ولی خب نکردیم. مثلا چرا نکردیم؟ چون این گسسته وجود داشت. من فکر میکنم نه، شرایط ما کاملا مستثنا است از آن چیزی که حالا بزرگترهای ما، خانواده ما مثلا گذشتند یا حتی کسان دیگری که در عرصه فکری حالا خودمون میتونم به اونها نزدیک میبینم. این ذره‌ای شدن یا این گسستی که شما توضیح دادن در نسل شما به عنوان گسست نسلی در واقع او رو نام بردین، چقدر به نظر شما فراگیر بود در تجربه خود شما در همین 2 دهه؟ و دویی که شما اشاره کردین که خانواده‌تون هیچ وقت تمایل در واقع فعالیت یا همدستی و همداستانی با جریان‌های اصلی قدرت نداشتن، چه در حاکمیت چه در واقع مخالفان حاکمیت. شما چطور در این 2 دهه هیچ پیوندی با مناسبات رسمی قدرت داشتید؟ در نهادهای حکومتی یا شبه حکومتی فعالیت داشتید؟ و اگر نه چرا؟ این رویه بوده که خب در من بزرگ شده بوده. البته از این خوشحال هستم که همچین چیزی در خانواده ما وجود داشته. مثلا من هرگز دوست نداشتم که کارمند دولت باشم، چون خودم هیچ وقت از دولت راضی نبودم. هیچ وقت نخواستم رأی بدم، کارت رأی بگیرم. تو کوچکترین اثر در این که من موافق با این وضعیت هستم من از خود بروز ندادم در سنینی که از لحاظ قانونی حقش داشتم. مثلا هیچ کدام کارا نکردم. اینا خودش نشان میده که گرایش متفاوتی نسبت به وضعیت در مرداش خلق میشد که نتیجه یک سری از زندگی‌های البته بگم متفاوت هم هست. یعنی که فرودستی عجیب الغریب خانواده و امثال خانواده من خیلی زیاد هم هستن که نه در طیف مذهبی خودشون جایگاهی دارن، نه در طیف قومی خودشون، نه در طیف ملی، حالا اگر وجود داشته باشه به شکل کلی تر یک کشور بزن در اونجا ندارن. این باعث میشه که حالا در درون نسلی که در این خانواده ها مثلا به وجود میاد یک نگرش انتقادی خلق شه. بالاخره اگر استدلالی او رو بلد نیستن که توضیح بدن، اون تو احساس میکنن او را و در عملشون شکل میگیره. این برای من بوده. من هیچ وقت نخواستم مثلا در اون تیفای مستقیم قرار بگیرم. یک بخش دیگه هم شاید مربوط به تجربه زیستی من در شهر خیلی خوبی در واقع مثل مزار شریف باشه، چون ما در مزار شریف برخلاف حالا اکثر ولایت‌های افغانستان مخصوصا کابل این نگرش ها و دستبندی ها و شکاف های قومی رو مخصوصا نداریم مثلا، یا اگر داریم خیلی کم است. من میتونم بگم این رو به خاطر میگم که نگاه من مشخصانه که در کوچه که ما زندگی میکنیم پلوی ما مثلا میتونه یک ازبک باشه، این طرفیش مثلا یک تاجیک باشه، روبروی ما یک هزاری باشه که از ایران اومده نمیدونم، او طرفی یک پشتونی از یک جای دیگه. اینا چیزی است که ما زندگی کردیم. من که میرم در کوچه بازی میکنم با همه اینا بازی میکنم، با همه اینا بزرگ میشم و این خیلی متفاوت است با اون چیزی که مثلا یک فرد در دشت برچی کابل تجربه میکنه یا در خیرخانه مثلا تجربه میکنه در یک جای دیگه که هنوزم او شکل و شمایل در حقیقت سنگرهای قماندانهای جنگ‌های داخلی رو داره. هنوز که امروز حتی طالبان یک رژیم دیگه آمده، ولی میبینیم زیست مردم از لحاظ ساختار شهری امو زیست جنگ تنظیمی است، امو دور است، ولی در مزار شریف نبوده. اینا هم در روحیه ما تاثیر داشته که ما هرگز موازی شکلی نگرفتیم و یک روحیه انتقادی نسبت به وضعیت مثلا برای من خلق شده. یعنی به عبارتی آیا میشه گفت که نقدی که به دلیل توزیع نابرابر منابع، به دلیل فساد ساختاری، به دلیل ناکامی‌های مکرری که در واقع نظام منتسب به جمهوریت در لایه‌های مختلف اجتماعی ایجاد کرده بود، این روحیه اعتراضی را یا روحیه ناگویی به وضعیت شما تقویت کرد و این زمینه شد برای اینکه شما وارد حلقات شوید، جریان‌های شوید که در واقع با همین رویکرد اعتراض سیاسی یا رویکرد انتقادی به وضعیت نگاه میکردن. مشخصا در واقع چه تجربی از عضویت در این نهله‌ها و جریان‌های انتقادی و اعتراضی با رویکرد شهروندی، با رویکرد توازن نه در توزیع منابع یا رویکرد نقد این تبعیض، ساختار تبعیض‌آمیز قدرت در کارنامه شما در دوره زندگی مزارتون برجسته است؟ نه،
دقیقاً اینطوری نبوده که یک موضوعی باشه بگیم که ما این شکلی از وضعیت میخوایم نقد بکنیم، مثلا یک نوع تبعیض قومی را، تبعیض جنسیتی را میخوایم مستقیم علیهش مبارزه کنیم، ولی همه اینا دخیل بوده که ما یک شرایط دیگر را ساختیم در یک تجربه محلی، یا در یک محله کوچک که ما در مزار شریف داشت زندگی می‌کردیم به نام نور خدا. یک محله بسیار فقیری است که اصلا در شهر ما به نام قار خدا مشهور است. نور خدا نام اصلیش است، ولی قار خدا نامی است که مردم بهش گذاشتن. باز در اونجا ما دوستان ما، البته خیلی بیشتر از مزاحمتش، ما عضوی بودیم که داشتیم کار میکنیم، یک کتابخانه را تشکیل دادن به نام کتابخانه فصل نو. در اونجا او کتابخانه بود، حالا به شکل نمادین که مردم کتاب بگیره، ولی فعالیت‌های زیادی در اونجا انجام میشد. ما سمینارها برگزار میکردیم، ما بخشبندی‌های مختلف برای قصه‌خوانی با کودک‌ها داشتیم، نوشتن با کودک‌ها را کار میکردیم، انجمن‌های ادبی را تا برگزار میشد در دوره‌های در اونجا، جلسات شعرخوانی و نقد ادبی اینا رو برخوشم، جلسات فیلم دیدن و نقد فیلم را تجربه کردیم، خیلی جالب بود. از یعنی یک مجموعه بسیار بزرگ بود زیر یک نام یک کتابخانه. خب در اینجا ما تجربیات عجیب الغریبی هم داشتیم، مخصوصا ای که اگر اعضای دختر میخواستن در اینجا اشتراک ما با چه چالش های عجیب الغریبی مثلا مواجه میشدیم و شاید یک چیز میشد که کل بنیان این نهاد ما رو میتونست نابود بکنه. مثلا یکی از دوستان اگر از یک جای میامد ما رو دعوت میکن، بعد میامد شعر میخوند، دخترها جمع میشدن دیگه میکردن، همیشه یک طور نگاه میکردیم که فلانی نبینه، پنهان کاری نکردیم، حتی پنهانی اونا رو میآوردیم وارد محوطه که باید بریم اینجا جمع شیم. مثل که امروز مثلا کورس های آموزشی مثلا مخفیانه در چه کار میکنن. حدوداً باید بگم شاید مثلا سالای 2018 2019 بعد اینا تا 2021 که البته که کتابخانه امروز هم داره فعالیت میکنه در دوران طالبان متفاوته. اینا چیزایی بوده که ما در اون زمان تجربه میکردیم، ولی خب ادامه میدادیم. وجود داشته مشکلات. میتونم بگم که شاید اولین جرقه‌ای که احساس حقارت میکرد آدم در اونجا ای بود که مثلا با دوستانی که دختر بودن وقتی رفت و آمد میکردی اینا میکرد، احساس یک نوع تهمت به خودت زده میشد، تهمت های عجیب الغریبی که اینا برای بچه‌های فاسد هستن، جامعه رو فاسد میکنن، اینطوری میکنن. از این مسائل بوده، تا حدی که یک اختلاف جالبی هم وجود داشت بین او کتابخانه ما، جایی که یک نهاد اجتماعی بود که مربوط به فعالیت‌های مدنی یا جامعه میشد، میتونست مجامع مردمی اونجا جمع شدن، تجمع کنن. ما اونجا کتابخانه را به وجود آورده بودیم. اینا انقدر سر ما فشار آوردن به نیمی بهانه‌های مختلف که نهایتاً اونجا یک مسجد در کنار بود، آمد گرفت طلاب مدرسه آمدن اونجا درس خواندن. البته دخترها را آوردن درس میدادن به شکل خب درسای دینی بود دیگه، نه نهایتا اونا پیروشون با وجود ما خیلی نفوذ به اصطلاح مدنی داشتیم، با این وکیل گذر و با او فلان روابطی داشتیم، ولی نتونستیم او را نگه داریم. مجبور شدیم بریم دکان کار بکنیم، کتابخانه ما رو در دکان ببریم اونجا. مثلا مسجد در اون یک تقابل خیلی جالبی بود با کتابخانه، با نهاد مدنی که حالا البته جزء نهاد مدنی است ولی تفاوتایی دارن. او درگیری هم برای ما خیلی جالب بود که مبنایش همون مباحث بود که سر نگاه جنسیتیش هم به نسبت به همکارای ما داشتن. اینا رو میتونم بگیم اوج از او تجربه بود، اوج او تجربه‌ای که مثلا بگیم که حالا ما احساس کردیم کاملا مصمم شده بودیم که باید علیه همچین چیزی مبارزه بکنیم. حتی نکست جرقه، یعنی میگم جایی بود که کلمه به سنگ خورده بود، فهمیده بودیم گپ چیه است. و بعد اونجا مشارکت زنان چگونه بود در همین مقاومت؟ میگم سکوب اتفاق افتاده بود، یعنی اون تکان اولیه، یعنی اون اراده اولیه رقم خورده بود که ما باید صحنه خالی نکنیم. مشارکت زنان چگونه بود در همون تجربه مقاومت شما؟ تا جایی که ما میتونستیم فعالیت بکنیم اونا بودن، یعنی بخش بزرگی از فعالیت‌های ما رو خب دخترها پیش می‌بردن، چه دخترای حتی کودک و خردسال که بیشتر از همه کتابخانه‌ای که کسی می‌آمدن کتاب می‌بردن دخترای کوچک بود، اونا می‌آمدن می‌رفتن، چه دختران کم سن سال خود ما بودن. خب برای من که سخت بود مثلا دوست من اونجا دعوت بکنم بیایم مثلا با ما همکاری بکنه کار بکنیم، برای که او اصلا خودش کسی است فرد اول مورد اتهام است،
خب خیلی سخت‌تر است، ولی حضور پیدا میکردن اینا چیزایی بود که تا برچیده شدنش و بعد حالا رفتن به جای دیگه همیشه با ما بودن، فعالیت میکنن. حتی امروز دارن فعالیت میکنن، ولی به شیوه‌های خاص و نظر به شرایط. شما چه پیوندی با همین مقاومت زنان یا با بدنه در واقع مقاومت زنان در برابر این گروه‌های نیروهای ارتجاعی، چه پیش از طالبان چه بعد از طالبان دارید؟ آیا خودتان در پیوند با این نیروها می‌بینید؟ متاسفانه احساس میکنم که فاصله گرفتم، یعنی اون روحیه رو که در اون زمان داشتم از این برخوردا چیزی بود که بیشتر ما را روحیه میداد وقتی میدیدیم چین تجربه هایی را، اصلا یک معنا خلق میکرد برای ما که این تقابل شناسایی میشد. اینا وجود داره که تاخانه است و مسجد است، اینا دختر هستن اونا ملا هستن، مثلا اینا چیزایی بود که برای ما فول چیزا روشن میکرد. و حالا چون ما روحیه داشتیم به خاطر اون کاری که میکردیم او را باید ارتقا میدادیم، بیشتر بالا میرفتیم. من تا حالا که احساس میکنم از اون جامعه، از اون فضا، از میدان خارج هستم، سردوچار کشف میدان‌های دیگه هستم و متاسفانه فکر میکنم این رابطه کم گسسته شده. مدامی که بودم بسیار رویم بالا بود. من احساس میکنم حتی زمان که طالبان آمد تا مدت اولی را که لاقل میتونستم فعالیت بکنم، خیلی روحیه حالا چطوری بگم انقلابی داشتم. خیلی برم بودم یه وقت او روحیه رو دوباره نتونستم تجربه کنم. قبلش هم تجربه نکرده بودم و بعدش هم، ولی او روزهای اولی که آمده بودن طالبا برای من خیلی متفاوت بود. بتونم بپرسم که در اعضای خانواده اولی خودتون خواهر، اعضای زن هم حضور دارن؟ آیا اونا هم روحیه مثل شما را دارن؟ روحیه در واقع تقابل، مقابله، مقاومت. شما خواهر دارید؟ بله، من 2 تا خواهر دارم. یک از خواهرم بزرگترین عضو خانواده ماست از فرزندان پدر و مادرم. یک خواهر دیگه کوچکترین عضو خانواده ماست. اینطوری ما در میان 2 تا دختر هستیم، ما پسران 4 تا برادر. دیگه خواهرزاده‌هایم هستن که 3 تاش دختر است و بزرگ شدن، سن و سالی دارن برای خودشون، باید مکتب برن، دانشگاه برن، اینا که متاسفانه نمیشن. خواهر خردم همچنان یک خواهرزاده خرد دیگه دارم و برادرزاده‌های من است که اونا پسر هستن، نگرانی زیادی به مثلا برادرزاده. در رابطه به روحیه ایشان، بله، مثلا چه خواهرزاده‌ایم چه خواهر خردم، اینا دست به قلم هستن، می نویسن در جلسات خاص، مثلا خواندن کتاب‌های خاصی است، مثل جلساتی از ادبیات جهان میخوانن، اونجا اشتراک میکنن. صنف‌های فلسفه دارن. از این گروه ها بسیار زیاد است. البته ما دینا هم باید اگه شد صحبت بکنیم که چیزاییست که دیده نمیشه ولی لابلای جامعه داره کار میکنه، زیر پوست جامعه داره کار میکنه. اینا در اونجا اشتراک میکنن. البته خب یک سری تجربیات بسیار سختی هم دارن که مثل همه زنان افغانستان اونا هم دارن تجربه میکنن. ما در بین هر دویش هستم، یعنی هم از لحاظ خانواده، اعضای خانواده که زن هستن، هم تجربی رو دارم که دارن مقاومت های رو انجام میتن، روحیه‌ای رو دارن برون میرن که من دارم. هم متاسفانه در شرایطی هستن که مثلا بدبخت‌ترین زن افغانستان میتونه داشته باشه، یعنی تجربه های تلخ بسیار دستگیری و حتی اینا را که متاسفانه دارن اکثر زنان، اونا هم حتی اینا را دارن. و خب از یک روحیه عجیب غریبی است. از یک طرف میتونی مبارز باشی، از یک طرف سرکوب خیلی برای تو شدید است. تجربه مقاومت و سرکوب تجربه گسست ناپذیری است. بدون بله. شک جایی که مقاومت از سرکوب است و برعکس بله. خشونت جایی است که مقاومت اتفاق افتاده. همینجا به نظرم اگر بمانیم، مشخصا ما میخوایم متمرکز شیم روی چیزی که در برداشت شما، خوانش شما از آن چیزی که فروپاشی حکومت جمهوری خوانده میشه چی است. در تاریخ 15 آگوست شما و اعضای زن پیرامونتان، خواهران و دوستان که در تعامل مستقیم بودین باشون، چی تجربه کردن، چی تجربه کردین و چه گذشت؟ وقتی که خب طالبان آمدن، اول قبل از کابل شهر ما فضاش دگرگون شد، مزار شریف. و چی بود برای من خیلی سخت بود. و شب مثلا اصلا نخوابیدم، صدای موتورسیکلت بود و شلیک بود و از این چیزا.
و هی ترس از این داشتم که اینا شاید اینو وارد خانه شون و از هر اتفاق دیگه بیفته نه. خب میترسیدم. ولی خب آرام آرام متفاوت شد، دیدیم که یه اتفاق لااقل نیفتاده بود. در رابطه با این که کلا روحیه چطور بود اینا عجیب و غریب میتونست باشه. خیلی وقتا احساس میکردیم خب هنوز کابل سکوت نکرده و شاید یک دیگرگونی اتفاق بیفته، اینا دوباره عقب نشینی بکنن اینا. ولی خب از یک طرف نگرانی خیلی بیشتر میشد، میگفت همه جا رو گرفته، اینجا نهایتا پایان کار است. این مسائل بود. دوستان زیادی چه دخترها چه پسرها حالا پیام میگذاشتن، اونایی که یک سری روحیات مبارزاتی داشتن، چه کار می توانیم بکنیم. یک پرسش عجیب و غریبی است که همیشه داریم، چه باید کرد. دنبال ازی بودن. البته اون زمانی نبود که ما بتونیم بگیم چه باید کرد. و این چیزی بود ما بهش مواجه میشدیم چه باید کرد. البته چه دختر چه پسر همه مسرد جارش بودیم دو زمان. آیا در دایره تجربه شما در واقع دوستان شما از تجربه دور اول تسخیر مزار توسط طالبان کسی چی زیاد میکرد، نگرانی عمده وجود داشت؟ ما می‌دونیم دور اول اتفاق افتادی بود که یک جنایت جنگی اتفاق افتاد، یعنی بخش‌هایی از شهر که هزاره‌نشین و به طور مشخص یا شیعه‌نشین بودن به طور سیستماتیک قلقم شدن. این ترس یا این تروما هنوز در خاطر جمعی کسانی که شما با اونا در تعامل بودین وجود داشت؟ تا همین حالا کمترین ردی متاسفانه در حالا اسناد و تاریخ رسمی وجود داره در مورد این جنایت سازمان یافته طالبان که با خاموشی هم در واقع همراه بود. این هم بود بخش از نگرانی روشوی که شما در موردش حرف میزنید. بله خب این نگرانایی بود چون تجربه داشت جامعه مزار. نظمو خاطر هم احساس میکردن که با ما شاید یک برخورد خیلی تندتر شوه. از یک لحاظ دیگه تجربه ایران داشتن که خب مزار یک نوع خودش از لحاظ سیاسی بسیار تاپته جدا بافته میدانست از نسبت به فضای حالا مافیاهایی که در اونجا وجود داشت. اینا میگفتن شاید انتقام گیری های بسیار شدیدی شکل بگیره که شبیه به اون چیزی که دور اول بود باشه. نگرانی دیگه هم وجود داشت نسبت به دخترها، مثلا حالا اون چیزایی که میشنیدیم دیگه، نه که اینا میان دخترها رو میرن اینطوری میکنن. و البته خیلی جای اتفاق افتاد دمی دور. این نگرانی بود که وجود داشت و جامعه میترسید. از همون خاطر خیلی از این حالا افراد بانفوس بگیم یا مافیا بگیم، هر نامی که مردم دوست دارن رو بهش بدن، جاهای شکلایی از مقاومت حتی شکل داده بودن. در فکر کنین که به اون محلی که نمیگم چند کیلومتر طرفترش یک جایی بود که کمربندی در واقع بود بین او سمتی که طالبان از اونجا میتونست حمله بکنه. یک قریه‌ای در دوردست وجود داشت که طالب اونجا زندگی میکرد، سالها اونجا زندگی میکردن طالبا. از اونجا میامدن به طرف اینجا یک کمربند ایجاد کرده بودن، کمربند مقاومتی. ولی خب دمو شبی که والی و همکارایش و رفقایش اینا گریختن، اونا هم شکست خوردن. اینا هم از نگرانیایی بود که گفتیم که خب اینا آمدن مقاومت شکل دادن دیگه، شکل دادن نه اینو به خاطر گرفتن این سالو در خانه ها میدراین. این نگرانی های شکلی وجود داشت. یعنی یک تناقض عجیب و غریب است. مقاومتی که شکل میگیرید هم در دل مردم عادی ترس ایجاد میکرد، چرا که امکان یک نوع انتقام گیری رو به وجود میآورد. ای به این دلیل بود که مردم عادی اصلا باوری به این مقاومت ها نداشتن، میدانستن که آخر کار همه چیز رها میشه و ما میمانیم در این میدان. گفتید بیشتر که در واقع کسانی که با ما در تعامل و تماس بودین میپرسیدن چه باید کرد. آیا همین فرصش بود که ره برد و برگزاری بعضی از اعتراضات خیابانی و آیا از کسانی که میشناختید خاصتا زنان در سازماندهی یا تشکل یابی این اعتراضات نقش داشتن در پاسخ به این چه باید؟ در درون خودم نمیتونم بگم که تجربه کلام داشتم مرا بس به یک نوعی نزدیکی به مقاومت های زنان رسان. من فکر میکنم او چیزی که مرا وارد میدان کرد خودش تیپی از این مبارزه بود. این چیزی بود که مرا به سمت خود کشید. این من نبودم که به سمتی برم و کاری بکنم. این من فکر میکنم اصلا آنچه که زنان افغانستان در برابر طالبان انجام داد خیلی ویژه و متفاوت است نسبت به همه رفتارهای سیاسی و مدنی که ما قبلا انجام میدادیم.
ای با خودش همراه کرده بسیاری و هنوزم جریان داره. ما رمان داریم که در نسبت با امی مبارزات زنان نوشته میشه، ما شعر داریم که در نسبت به امی نوشته میشه، ما موسیقی داریم که در نسبت به امی نواخته میشه و خوانده میشه، ترانه‌اش نوشته میشه و همسال ما مقالاتی داریم که در نسبت این چیزایی نیست که ما بخوایم او را بسازیم. این فضایی در وقت خلق روح زمانه که جذب میکرد در درونش ما به سمت خود احساس میکردیم که توانایی های ما امکان بیان پیدا میکنه در اینجا. یک وضعیت خلق میشه که سوژه ها میتونه خودشون رو بیان بکنن، نیاز به یک سازمانده ندارن که او بیایر شکل بده. از خودم من شخصا خودم خب در سازماندهی های تظاهرات ها نقش نداشتیم، منتها همواره با کسانی که در ارتباط بودیم رو به دلایلی که گفتم انجمن های ادبی بوده، فعالیت های ژورنالیستیک بوده، اینا ارتباطاتی که با دختر و زنانی داشتم زمانش که رسید احساس کردم که خب باید سهمی بگیری، نه توانایی داری و علاقه داری، اشتیاقی داری بری ماجرا، با اونا تماس بگیر، بگو چه کار کردم میتونم. اینطوری بود. اول تماس کی برقرار شد، با چه کسی برقرار شد؟ مرادم هم همین بود، مشخصا مرادم هم در واقع همین سوژگی و پیشروی خود زنان بود برای اعتراض. به خاطر دارین که اولین در واقع تکاپوها در مزار در جایی که شما بودین در برابر طالبان کی رقم خورد و شما چه نسبتی یا چه شهادتی یا چه نقشی داشتین در این اعتراضات، تکاپوها برای اعتراضات؟ بله، من خب دوستی داشتم در مزار شریف که قبلا در خانه داستان بلخ با هم آشنا بودیم و اونا مدیر اجرایی خانه داستان بلخ بودن، جلسات رو برگزار میکردن، داستانی میخواندیم، نقد میکردیم، جمع میشم، نویسنده های زیادی هستن و قبلا البته اینا اوتوری یک مسئولیتی داشتن و ارتباط ما در واقع در این نهادها با وجود آمد، ولی مطلع شده بودم که خب یک سری فعالیت هایی رو دارن انجام میدن در مزار شریف. عاطفه حسینی با اینا آمده تماس شدم و وارد گروه های شدم، گفتم من جاهای خب دلیلش هم که من میتونستم وارد شدم به خاطر می آشنایی و بخواد اعتماد سیاسی قبلا وجود داشته، نه وگرنه خب نمیشد. میگفتیم مثلا چه چیزی رو میدونم، تو نوشتن یک اعلامیه، یک چیزی شبیه به اینی، پوستری رو جور کردن، حالا یک سری اطلاعات شما داریم، ویدیو رو دارین، نمیتونین منتشر بکنین، بتون ما از اکانت خود منتشر بکنیم، شبیه به اینا فعالیت هایی بوده که انجام دادیم. اولین تماس های این شکل بوده با هدا خموش مثلا از لحاظ فضای ادبی که ما ارتباط داشتیم. خب البته ما بعدها با فعالیت های اینا اصلا موافقت نداشتیم، ولی خب این گوناگونی است که در جنبش زنان اکنون وجود داره، همیشون باید به نحو به رسمیت بشناسیم و انتقادگری که ما میخواییم به رسمیت شناخته شود هم از این طریق شکل میگیره، در حقیقت میتونه خودش بیان بکنه. گروه های مختلفی وجود داره و نظریات مختلف وجود داره، این خودش یک نوع پویا بودن جنبش در حقیقت نشان میده به نظر من. اینا از اولین تجربیات ما در نسبت خودم با این حرکت زنان بوده و اولین روابطی هم بود که در حقیقت شکل گرفت. در درونی باز گروه هایی که باشون ارتباطات جدید ایجاد شده، اینا و فعالیت های متفاوتی را تا دیدم که شکل میگرفت و مطلع میشدم چی به چی است، حالا موازی سیاسی زنان در بین خودشان چی هست، کیا طرفی که است، حالا آفات سیاسی جمعی ما چقدر در اینجا رسوخ کرده، چقدر نکرده. این چیزایی بود که بعدا ما با عنوان او حالا شاید بگیم روحیه ژورنالیستیک دنبال هم میکردم و برای مهم بود. و بر اساس همین مشاهدات شما چه اتفاقی افتاد در چه تاریخی، چه اتفاقی افتاد در تجمعی که زنان در مزار برگزار کردن و موج دستگیری هایی که اتفاق افتاد و من میدونم که شما میدونید که مردان حاضر در این تجمع هم دستگیر شدن و در واقع منتقل شدن به بازداشتگاه طالبان. چه اطلاعات موثقی دارید در مورد اون روز و اون روزها؟ اون روزها وقتش یک چیزای ما حالا میشنیدیم که در گروپ ها اینا دست به دست میشد، اطلاعاتی که وجود داشت خیلی وحشتناک بود، یعنی هر کسی رو میشنید باورش اصلا نمیشد که دارن همچین برخوردی رو میکنن. حالا تفاوت زیادی هم بین زن و مرد نمیکرد. دور اول تظاهراتی که در مزار شکل گرفته بود، دختر و پسر تقریبا نفوسشون برابر بود، این شکلی رفته بودن.
و همه اونا که دستگیر شده بودن تجربه آزار جنسی رو داشتن، یعنی لااقلش کمترین شکلش ایره داشتن. بعد از ماجرا اونا کشته میشدن، جسدشان در دور دستا، مثلا گفتم به منطقه که ما زندگی میکردیم آخرین سرحدات شهر بود، یعنی جای دور افتاده شهر بود و ما در کناره های منطقه مثلا چند بار اتفاق افتاد که اجساد دخترها رو پیدا کردیم، یعنی مردم در آخر شناسایی شدن، شما باید دارین که چه کسانی؟ خیلی بله شناسایی میکردن، مثلا که کی هست در محله، مثلا پخش میشد دختر فلانی رو از فلان جای پیدا کردن، اینطوری شده با ما دخترای ما رو مواظب باشیم این نباید کارو بکنن اینطور. و حتی در مورد پسرها چیزایی بود که یکی از دوستان چون دکاندار است یک سری روابط بین مردم داره و مشتریشان است، اینا سابقه داره، اینا قصه هایی را میکرد، مثلا میگفت که یک روز یک پسر آمد پیشش و خب آدمی است که قابل اعتماد است، اینو زمان زیادی بوده، افکار متفاوتی هم داشته در رابطه با می فعالیت هایی که ما میکردیم در محله اینا. خب باش یک درد دلی کردم و قصه کرده که ما یکی از اون پسرایی بودم که اونجا مثلا به زندان طالبا بودم، میگفتن کاری میکردن که ما رو مجبور میکردن که به هم دیگه تجاوز بکنیم، پسرها رو از لحاظ جنسی بود به هم دیگه تجاوز بکنیم، با خودشون تماشا میکردن. اینا تجربه بوده که در دور اول داشتن. در گفتگویی که با بعضی از بازداشت شوندگان در واقع اون دوره داشتیم از میان مردان، من هم متاسفانه روایت مشابه شنیدم در وقتش همون زمان اتفاقا. در مورد کشته شدن در واقع اجساد غیر قابل شناسایی بعضن مواردی بود مثل فروزان صافی و چند نفر دیگه ای که در واقع آنگونه مثل شدن در مزار. و بعد شما مشخصا به خاطر دارید که نسبت فروزان صافی با جنبش زنان یا اعتراضات اون دوره از چه قرار بود و چقدر مرتبط و محتمل میدانید در واقع قتل فجیعش با مسئله اعتراضاتش و مسئله حتی تعلقات تباری که داشت از لحاظ تباری با اصطلاح طالبان. راستش طوری بود بگم که در جنبش زنان افغانستان گروه های مختلف یا یعنی یه طوری بگم فعالین مختلف وجود داره که از لحاظ زمینه فعالیتشون بسیار متفاوت هستن با هم دیگه. کسانی هستن که در یک دوره حالا وکیل منطقهشون بودن، مثلا بین زنان اینطوری بوده، یک سری ارتباطات سیاسی داشته تا در سطوح پایینتر یا بالاتر، یا در جاهای از ادارات دولتی کار کرده. یک سری بوده مثلا به عنوان جامعه مدنی مستقل تر از این چیزا، مثلا نه در بدن دولت ولی در بدن جامعه مدنی فعالیت میکردن، اینا بودن. یک عده‌ای بوده که حالا کسی اصلا اونا را اهمیتی نمیداده اینا چیکار، ولی افکار متفاوتی داشتن، این شکلی فعالیت اجتماعی رو پیش برده بوده و اون روز برشنگیزه داده که وارد میدان شوه. اینا همهشان بودن، ولی گفتم همه اینا جزئی جنبش محسوب میشن. فکر میکنم در رابطه با خانم صافی هم همچین چیزی بود. اونا قبلا چون فعالیت‌های روابط سیاسی داشتن در شهر ما و در حقیقت فعالیت‌های سیاسی داشتن، اینا رو به او دلیل هم دستگیر کردن و یک نوع از برخورد تندشان هم که مشخص است این انتقام گیری هم بوده. حکومت پیشین، یعنی فعالیت در قالب حکومت پیشین داشتن خانم صافی. ارتباطاتی بوده، بله، روابط. ما مثلا خب میدانیم که در دوران که جمهوری بود بسیاری از فعالین مدنی ما هم روابط سیاسی خودشان داشتن، یعنی اینطوری نبود که کاملا از مواضع سیاسی مستثنا باشن و جدا بگیرن خودشان، این شکلی نبود. یعنی به زعم شما آن چیزی که توحش و خشونت درباره در میان طالبان در برابر کنشگران یا معترضان مدنی تعیین میکرد، پیشینه اینها با در پیشینه همکاری یا در واقع مشاغلشون به حکومت پیشین بود. بله، من یک چیز رو بگم، مثلا شما فکر کنید به عنوان یک خبرنگار در مزار شریف کار میکنین، خب شما باید در محافل سیاسی اشتراک بکنین، خب باید یک سری
روابط هم داشته باشیم به خاطر گرفتن اطلاعات. دیگه اصلا کار خبرنگاری خیلی چیز عجیب غریبی است، اینو دلالی رو هم داخلش داره. منابع بله. بله دیگه این چیزی است که فکر میکنم جاهای زیادی هم روزنامه نگاری را به چالش میکشونه از لحاظ استقلالی، اینو میتونه به بحران هم بکشونه و خیلی کشیدم. ولی خب این وجود داره. اما ضمن دیگری که نسبت به او وجود داره اکثرا این است که این خب چی است؟ کسی است که از او معاش میگیره، کسی است که برای او کار میکنه. این شکلی است. این ضمن‌های مختلفی وجود داشته در نسبت به بسیار از فعالین و ما امروز که میبینیم دستگیری ها و قتل این شکلی بوده. او خانم متاسفانه نامشون یادم رفته، یکی از خانمه بود که در یکی از این شبکه‌های مشهور مربوط به افغانستان مصاحبه هم داده بودن. اینا کسی بوده که حالا یک سری فعالیت‌های سیاسی میکرده، ارتباطات شبیه به این چیز که گفتم داشته. خب ولی خب بیرو گرفته بودن که تو عضو جمعیت اسلامی هستی و شکنجه کرده بودن دیگه کرده بودن که تو عضو حزب هستی و باید اعتراف بکنی. خب آخر هم اعتراف نکنه، ولی با دادن پول تا انسان خودشان رها کنه. چه زنانی از چه اصنافی بیشتر در معرض انتقام‌جویی و خشونت کور طالبان بودن؟ انگیزه‌های مختلفی داشته. مثلا یک بخشش میتونه مربوط به می روحیه انتقامگیری باشه، چون مثلا فلان زن عضو ارتش بوده یا پلیس بوده و غیره. اینا خیلی میتونه اونا رو روحیهشان برای انتقامگیری بالا ببره. این ما دیدیم، یعنی اکثرا خشونت خیلی شدیدی با زنانی داشتن که عضو ارتش یا پلیس بودن. بعد یک سری فعالیت هایی که حالا به عنوان یک خبرنگار، به عنوان کسی دیگری که یک توانایی داشت، یک تریبون داشته، گفت علیه طالبان، اینا رو حتی جستجو میکردن، گذشتهشان و مواضع قبلیشون نسبت به مواضع قبلیشون مثلا با اینا برخورد میکردن. یک قسمت دیگه وجود داره که گویا یک نوع شهوت اینا رو برمیانگیزه. مثلا دختر اگر ورزشکار باشه، اینو به خود حکومت هم به او تجاوز بکنه، او رو یک نگاه دیگری بهش نگاه میبینن. یا اگر قبلا او آوازخوان بوده که میبینیم امروز مثلا یک تیکه از دختر آوازخوان گرفتن و معلوم نیست که کجاست. خب اینا اصلا از شغل طرف تصمیم میگیرن با او چه کار بکنن. یک طوری میتونم بگم نگاهشون اینطوری است که چرا تو به این شکل فعالیت کردی، به این اندازه مثلا حدودی که برای زن تعیین میشه رو مثلا زیر پا کردی. هر چقدر او بیشتر باشه اینا خشونتشون بیشتر است به او. مثلا گفتم در رابطه به این ورزشکار بودن و خطر بیشتر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن امیر میخوایم بگم، نه اینا خب اجازه به این چنین فعالیتایی نمیتن، نه که حالا بدن بخواد حرکات انجام بده فعالیت. و وقتی چنین چیزی شکل میگیره گویا به ذهن اونا میرسن که تمایل جنسی خاصی وجود داره به این شکل و من فکر میکنم خیلی برشان میتونه شهوت انگیز باشه. اکثرا این اتفاقات به خاطر امی با زنان میفته که حالا جدا از مسائل سیاسی مثلا ورزشکار بوده، آوازخوان بوده و همچین فعالیت‌هایی را داشت. چرا شناخته شده بود؟ یک نوع شاید روان ذهنی در ذهنشون همچین الگوهایی برایشان وجود داره. برای شکستن در واقع اون چهره یا برای شکستن شخصیت یا قدرت یا موقعیت اون زن. سوال بعدی من اینجاست که شخص شما چه منابعی را، در واقع منابع حمایتی را برای حفظ تاب‌آوریتان به عنوان کسی که دغدغه اجتماعی داره و در معرض انواع این تبعیض‌ها، ستم‌ها و ساختارهای در هم شکننده بود دوره طالبان در اختیار داشتین مشخصا، و بعد بر اساس تجربه شما زنان چه منابعی را، آیا همدلی وجود داشت، آیا حمایتی وجود داشت، چطور تشکیل یابی میکردن، چطور در واقع در وضعیتی که هیچ نهادی، هیچ منبعی وجود نداشت تاب‌آوری خود بالا ببرن، هم افزایی بکنن و در واقع تاب و توان قدرت خود حفظ بکنن. یک چیزی که حالا من فقط احساس میکنم نمیدونم چقدر درست است که می با وجود آمدن یک جنبش از زنان که بتونه خودش را ابراز بکنه، بروز بده به یک شکلی، خود این یک انرژی خاصی داشت که تا مدت زیادی دوام میکرد و در مقابل خیلی از شکست‌ها میتونست باقی بمانه. این را بگم که حالا خیلی های کسان دیگریم که باشون صحبت میکنم تایید میکنن، دوستانی هستن اینه که هیچ کسی باور ما یعنی میتونیم باور بکنیم که شاید حالا گروه های
مذهبی برخیزن علیه طالبان، گروه‌های قومی برخیزن علیه طالبان، انواع مختلفی از این چیزا در ذهن. هیچ کسی باور نمیکرد که زنان برخیزن. یعنی ما اولین قربانیان را زنان می‌دیدیم، نه اولین کسانی که باید در خانه بشینن عملاً خودشون از ترس یا هر دلیل دیگری زنان هستند، ولی خب دیدیم کاملا برعکس بود. فکر می‌کنین سوژگی منابعش کجا بود؟ میتونه خیلی متفاوت باشه. من گفتم یک نوع غافلگیر کننده بود، نه بسیار غافلگیر کرده بود همه جامعه را اینا رو. و اونطوری هم که بعدها متوجه شدیم اینو بیشتر از جاهای که اصلا ما برش اهمیتی نمیتیم یا در اون زمان لااقل اهمیتی داده نمیشد، از اونجا سرچشمه میگرفت. مثلا دختری بوده که در یک کتابخانه کار میکرده، با کتابای خودش مشغول بوده، نه یک دفعه دیده همچین وضعیت سو کتابا رهاش نکرده و آموخته ها رهاش نکرده رو به میدان آورده این شکلی. یک دختری بوده حالا شعر می نوشته، یک دختری داستان می نوشته، یک دختری بوده که مثلا از خانواده به زور تونسته اجازه مکتب رفتن بگیره و بعد دیده که طالبا اکنون این شکلی آمده. اینا چیزایی بوده که تجربات خیلی متفاوته. حالا ما نکات دیگری هم داریم، یعنی زنانی هم داریم که پایگاه مشخصی داشتن، انگیزه‌شون مشخص بوده، مثلا حالا عضو ارتش بوده ولی بعد آمده دوباره خواسته مبارزه بکنه، مثلا خبرنگار بوده، یک نهاد رسمی‌تر و بروزتری داشته، اینا آمدن ادامه دادن. ولی بخش بزرگی از اجتماع در درون این زنان فعال کسانی هم بوده که او جایگاه اجتماعیشان اصلا رسمیت دقیق نداشته که ما بگیم که به عنوان یک نهاد فعال در درون جامعه قابلیت تحلیل داره. اصلا بگیم سر از فکر بکنیم چی توانایی درش وجود داره. و باور شما 2 دهه پسین چقدر دانش مبتنی و جنسیت، دانش حساس و مسئله تبعیض جنسیتی رو در میان این گروه‌های متکثر اجتماعی که شما بیشتر گفتیم که معمولاً مشاهده پذیر نبودن، معمولاً مرئی نبودن، نه معمولاً اون سرمایه نمادین چهره ها سلبریتی ها نداشتن، فکر میکنین که این 2 دهه با همه نقدهایی که بهش وارد بود چه فرصت‌هایی رو در اختیار تقویت و نهادی نشدن این شکل از آگاهی در اختیار زنان قرار داد؟ و بعدی که چالش‌ها برای ریشه دواندن یا به نوعی استمرار این شکل از آگاهی اگر قائل به این باشیم که 2 دهه این فرصت ایجاد بکرد، مشخصا چه بود در همین 2 دهه؟ من فکر میکنم خب اون چی که امکاناتش بوده دقیقا همون چیز بود که تبلیغ میکرد. حالا آزادی بیان میگفت ولی ناقص بود. مثلا از برابری جنسیتی از حرف میزد خب ولی ناقص بود. اصلا چه ناقص بود؟ یعنی توانایی حمایتش نداشت خود نظام در درون فضای خفی خودش رو داشت، از لحاظ حقوقی محق داشت، مثلا آزادی بیان داشت، نه ولی خب عملا نداشتم و نهادی هم نبود که از من حمایت بکنه در صورتی که نقص میشه یکم، نه این شکلی. اینی رو میگم ناقص. او چیزی که مفید بود درش اتفاقا میگم حضور همچین چیزی بود، تبلیغ همچین چیزی بود، امی که در درون قانون اساسی همچین حق درج میشه خودش چیز مثبت بود و خانه‌ها افراد جامعه رو به سمت خودش میکشون که چی هست چی نیست و سر در بیاریم به خاطر تحقق کاملش مثلا مبارزه بکنیم مثلا، نه اینا چیزایی است که من فکر میکنم مفید بود در این زمان. اما اون چیزی که اتفاقا اگر ما جنبش زنان افغانستان یک نتیجه ایش بدانیم، نه از درون این شکل تبلیغاتی، نه از درون اجرای درستی یا جاهای اگه درست‌تر اجرا شده باشه، از درون اونا هم نبوده که انگیزه داده باشه به کسی. اتفاقا من فکر میکنم از همه او نقصانی است که وجود داشت. این یک نگاه انتقادی که شکل گرفته بود به اینجویزم، یک نگاه انتقادی که شکل گرفته بود به نمیدانم رهبرگرایی قومی، نگاه های شبیه به اینا بود که این فضا را در حقیقت آسیب شناسی میکرد و از درون همون آسیبی که شکل گرفته برعکسش ظهور میکرد، به گونه دیگری میخواست که خودش تحقق بده. چقدر به نظرتون واکنش گرایانه بود این؟ اصلا کنش گرایانه بود به نظر من، چون ما اگر واکنشی عمل میکردیم یا تشویق میشدیم یا سرخورده میشدیم. مثلا با وضعیتی که یک کار بالا یک محاکمه شکل میگرفت در مقابل یک قداری، مثلا ما رو روحیه میداد یک روحی واکنشی بود، یا اگر شکل نمیگرفت بود ما رو مایوس میکردیم واکنشی بود. ولی که عملا در ذهن خودت میری را نقد میکنی و از درون ای یک عمل متفاوت شکل میگیره، این کنش است به نظر من، خیلی کنش گرایانه است. این نتیجه این که امروز میبینیم
در جنبش زنان افغانستان خیلی متفاوت از هر تیپی از مقاومتی است که ما در زمان در جنگ‌ها و شرایط مختلفی در افغانستان تجربه کردیم. اصلا یک مقاومت متفاوتی است. ما این تفاوتش حتی بیانگر ابن کنشگری است تا واکنشی بودن آن. به نظر شما این جوهر یا این ظرفیت، این بالقوگی با چه آینده ای روبروه؟ ما شاهد افول حداقل اشکال مشاهده پذیر مقاومت زنان در خیابان ها بودیم، به دلیل یک بخشش به دلیل سرکوب، یک بخشش به دلیل از اینکه در واقع کنترل و اشکال نظارت هم بالاتر، یک بخشش به دلیل ترک نیروی انسانی کنشگر. ما شاهد بودیم که بخش عمده در وادار و ترک افغانستان شده. چی در انتظار این پتانسیل بالقوه‌ای است که شما پیشتر تشریحش کردین و بی سابقه مینامیش؟ من فکر میکنم یک نوع تهنشین شدن در بنیان جامعه، یعنی دیگه باوری هم حتی ایمانی هم برای دیده شدن نداره. بخش بزرگی از این اعتراضات که ما انجام میدادیم یا انجام شده در حقیقت به یکیش به دلیل کنشگری بوده که در خود فعالین وجود داشتن، یک بخش دیگرش اما امیدی بوده برای دیده شدن نه به اون معنای منفی که مطرح است، دیده شدن به عنوان ای که بله مرئی شده، برای اینکه همبستگی ایجاد شده. دقیقاً کسانی ببینیم ما چه مبارزه‌ای داریم و چه شکلی داریم همبستگی ایجاد. ولی خب این همبستگی در حقیقت فکر میکنم به بنبست رسید و ولی مبارزه متوقف نمیشه. مبارزه میره تهنشین میشه در بنیانهای خودش، به مو شکل نامرئی خودش ادامه میده و آن چیزی هم که تغییر ایجاد خواهد کرد به نظر من بسیار بنیانی این شکلی از مقاومت است. بدون باور هم نه، ولی با درجات خیلی کمتر از باور به مرئی شدن و دیده شدن یا باور به یک سری نهادهایی که الان ناظر هستند، به اصطلاح ناظر هستند. و فکر میکنم یک دوره رسیده که سیاست کلی جامعه یا مردم افغانستان باید خودش بکنه از این ماجرا. دیگه او چیزی به نام جامعه مدنی که ما در سطح جهان او را میشناسیم مثل اون واقعیت عملی خودش نداره. کاملا میبینیم در فجایع مختلفی اعتبار خودش از دست داده، کنشگری خودش از دست داده، دیگه نمیتونه به درد ما بخوره. ما باید از درون جامعه خودمان چیزایی را عوض بکنیم. ولی ایرم میخوام یادآور بکنم اون چیزی که من در موردش دارم گپ میزنم، میگم در بنیان جامعه داره تهنشین میشه و اونجا چیزایی رو عوض میکنه، خیلی خرد خیلی کوچک هستن، چیزایی نیستن که ما اونا رو مثلا در دانشگاه ها اهمیت بدیم، در تحقیقات اهمیت بدیم. مثال میتونم مثال شکل جمعی ترش هم بتونی بسیار فردی است. خانم مثلا مورد شکنجه قرار میگیره در دستگاه طالبان، بعد چقدر شکنجه شده و زمان گذشته، زخمای بسیار عجیب الغریبی را تجربه که روی بدنش هست. مدتی بعد حالا چند ماه بعد آزاد میشه. خب فوراً اولین کاری که میکنه چی است؟ عکاسی است. عکاسی از این زخم‌های مستندسازی تجربه کرده. مستقیم با بدن روبرو میشه طرف. با تنها چیزی که داره، آن چیزی که میتونه بیان بکنه واقعیت رو، آنچه که بر سرش گذشته یا آنچه که اصلا کنشگری بلد است میتونه کنشگر باشه، بدن است. میبینیم که اصلا اینجا تولد یک نوع سیاست است، یک سیاست بسیار متفاوت داره شکل میگیره. ما شاهد دگرگونی های عجیبی میشیم در امی لحظه عکاسی. قبلا هم از زخم ها عکاسی میشن، ولی در کجا؟ در آزمایشگاه های دکترها و پزشکا. مثلا برای چی؟ برای ازی که زخم شناسایی شد تا در بهبودی از مثلا اون تحقیق شد دیگه شو بتون کمک بکنه پیش بریم. ولی در اینجا این زخم که گرفته میشه به عنوان یک سند سیاسی در حقیقت از او استفاده میشه. اولین کاری که میکنه نقش عکاسی زخم را متفاوت میکنه، از او دستگاه علمی و پزشکی جدا میکنه، میاره به عنوان یک عملکرد سیاسی اجتماعی بورم حالا در قسمت زنان برملا میکنه. بعد میره مصاحبه میکنه، مثلا در تلویزیونی جایی میره مصاحبه میکنه، دیگه اونجا پلاکارد بالا نمیکنه که شعار باشه. او پلاکارد در حقیقت همون عکس زخم هاست که بالا میشه. زخم هاست. این زخم مثلا در این زمان زده شده، اینی به دلیل کلاشنکوف بوده، اینی به دلیل چاقو بوده، اینی به دلیل پلان بوده، اینا رو بالا میکنه. من فکر اینجاست که نوع سیاست تو شکل داره میگیره
کنشگریش نیرویش داره عوض میشه، بعد خود میتونه برملا بکنه، نشان بده. جاهای هم حتی اگر ما روی تئوری سیاسی خود ما در شکل مقاومت و مبارزات ما فکر بکنیم، اینجاست که نوعی از تئوری را میتونیم کشف بکنیم. اینا میتونن به ما کمک بکنن تا پیشتر بریم از لحاظ فکری تا برای تحلیل جامعه. اینی مثلا یکی از چیزهاست که متفاوت عمل میکنه به نظرم. دیگه مثلا گروه‌های مختلفی وجود داره که شکل جمعی تری داره، باعث روابط مختلف بین دخترها میشه، پسرها میشه. اینا دارن با هم کار میکنن، هندلی میکنن، فکر میکنن با هم، فکر کردن با هم. ولی خب بحث تبلیغاتی نداره، گفتم مثلا نمیخواد ظاهر شود، خودش نشان بده. افراد مختلفی را از درون جامعه که قبلا فعال بودن دعوت میکنن، در درون گروه های خودشان میشنون، سوال میکنن و پرسش میکشونن. ولی خب اصلا قرار نیست بیرون داده شه، همون جمع میخواد خودش را شکل بده و خودش را پیش بره. به شکل بسیار نامرئی در حال حرکت است که میتونه تاثیرات روی ادبیات ما بگذاره، تاثیرات روی نگرش های فلسفی ما بگذاره و اینطوری پیش بره. اینا هم تغییراتی است که در درون جامعه در شکل میگیره.